درود بر همه شما دوستان. به برنامه 8 خودتون بسازید رسیدیم. تو این برنامه میخوایم با 2 توپی چرخ که ترمزهای کاسه‌ای داره اره فلکه درست کنیم. پس با ما همراه باشید. اول داغونش میکنم. توپی اصلی رو میکشه بیرون که لنت ترمزها رو آزاد کنه. سینی رو میندازیم کنار چون لازمش نداریم. ما توپی و بربرنگو میخوایم تا کارو ادامه بدیم. دوتا کاسه هم که نقش اصلی رو بازی میکنن. اول قطعاتی رو که میخوایم تمیزشون میکنیم. کاسه رو دوباره میبندیم به توپی. لبه کاسه رو باید ببریم. اون یکی هم همین کارو میکنیم تا دوتاش آماده بشه. یک ورق به این شکل میبریم تا بسته بشه روی توپی. حالا باید شاسی کارو درست کنیم. علامت گذاری میکنیم که یکی از کاسه ها بسته بشه به اینجا. این باید نصب بشه به عنوان موتور دستگاه که با تسمه اون کاسه و توپی رو بچرخونه. اینها باید به همدیگه جوش بشه تا یک قطعه‌ای که میخوایم ساخته بشه. و اون قطعه اینه. این تیکه با اون قطعه مخصوص به اینجا نصب میشه. با این قطعه‌ای که گذاشت کاسه ترمز میتونه بالا پایین بره.
یک قوطی رو برمی‌داریم، این برش‌ها رو روش میزنیم و به این صورت قطع قطع میکنیم. یه دونه از سوراخ‌ها رو قلاویز میزنیم که رزبه بیفته. و تو این برش که میزنیم 2 تا بربرینگ با پیمش جوش میدیم. بغل این نبشی‌هایی هم که ساختیم 4 تا بربرینگ رو به این صورت نصب میکنیم. رو هر کدوم 4 تا. برای اینکه همه جا قابل تنظیم باشه انواع و اقسام کشویی‌ها رو درست میکنه که بتونه تنظیم بشه. یک لولا با اون بغلش جوش میدیم که کفی اره روش پیچ بشه. حالا خود تیغ اره کمربندی رو میندازیم به گردن کاسه ترمزا و با اون قطعاتی که برای تنظیم درست کردیم سفتش میکنیم. این نبشویایی که هر کدوم 4 تا بربرینگ گذاشتیم به این صورت نصب میشه که تیغ اره رو نگه داره که از سر جاش تکون نخوره. کفی به این لولا پیچ میشه که هر موقع خواستیم بلندش کنیم. اینم تنظیم کننده کفی اره یا میز اره. بذاریم ببره اون پشت رنگش کنه و بیاره. کار برقیش هم انجام داد. یک کلید براش گذاشت. حالا ببینیم اصلا کار میکنه این؟ ظاهرا که خیلی خوب کار میکنه. حالا ببینیم چطوری میبره. بله مثل کره یا بهتره بگیم مثل پنیر میبره. حالا نمیدونم چرا یاد کره مربا افتادیم. برای بریدن یک قطعه بزرگتر نگهدارنده تیغه رو برد بالاتر. حالا ببینیم با تیغه آهنبر چطوری کار میکنه. ورق 4 میلیمتری. مثل ماست بریده. برش های گردم به راحتی میزنه. یکی از چیزهای مهم این اره میدونید چیه؟ یکی این که میزون بودن 2 تا کاسه ترمزه. مرحله بعدی اون نگهدارنده هاست. بربرینگ هایی که تیغه رو به خوبی نگه میداره و با تیغه میچرخن.